خدمت شما ملت نمک نشناس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بسیاری از شما عزیزان در مطلع هستید که بابام اصغر جایزه بسیار بزرگی از ملت شریف فرانسه دریافت کردن که من در مراسم حضور داشتم و کنار پدرم و چند تا آقایون نره دیگه ایستاده بودم و عکسای من رو دیدید. ببینید دوستان عزیز، بسیاری از شما ملت شریف نمک نشناس از من سوال کردید، گفتید که چی پوشیده بودی؟ Who do you wear؟ که من تصمیم گرفتم که به اطلاع رسانی برسانم به شما دوستان عزیز که دیزاینر لباس من که در تن من دیدید که آستینام هم میبینید که دستام هم معلوم بود و پاهام هم معلوم بود رو دیزاینر معروف فرانسوی به اسم هم از توبره بخور هم از آخور که همچه وسط باز هست و وسط هم بازی میکنه و گرفتی تا اینجا شو خدا رو شد. و سری لباسی رو که قرار اولیش رو برای من درست کردم و در آینده جایزه های زیاد دیگری هم که باشه که من خواهم پوشید، سری بلا تکلیف. یعنی مطمئن نبودم میخوام در بیارم یا تنم باشه. همجوری که میبینید هر دو کار رو انجام دادم. البته من این مدل رو از خانم سری کوزت فرانسوی که رخشور بود و گرد و خاک و اینا رو زیاد انجام میداد، از روی اون اینسپیریشن رو گرفتم. خب برای گرد و خاک گیری اینا خیلی خوبه. البته فراموش نکنید که این روسری و حجاب کامل رو که مرا به مقام انسانیت رساند لویی ویتون هست و حدود 750 تا 800 دلار می باشد. ما خیلی هامبل هستیم و بسیار به فکر شما ملت شریف هستیم و 800 دلاریش رو انتخاب کردیم. امیدوارم که جوابات رو گرفته باشید. من شما رو به کشور فرانسه از طرف شما خواهران عزیز، همونه که کتک میخورید تو ایران زندان میرید، من شما رو رپرزنت کردم و این مدل رو مثل خانم های هندی که هر ساری میپوشن، مثلا ساری شده لباس رسمی کشورشون، من این رو هم به عنوان لباس رسمی به دنیا فروختم از طرف شما و ولایت فقیه. والا امیدوارم که لذت برده باشید. بسیاریتون مانند من بلا تکلیف موندید، مطمئن نیستید چه اتفاقی افتاده. راستی تو همین هیروبری بابام اصغر بابام اصغرم یه دونه اینترویو یه مصاحبه داشتن که سوالا رو جواب دادن، اما مثل که مترجم بی تربیت هر جوری که دوست داشته ترجمه کرده و از قول بابام کلی مزخرف گفته که بابام راضی نیست و اونجا خفقان و مردم است که نمیتونن صحبت کنن، که البته بابام همه رو تکذیب کرد. این روسری من هست بلا تکلیفه، اونم همه رو اول بلا تکلیف بود، مطمئن نبود بگم نگم مسکی گفت، اما خب بعدا همه رو تکذیب کردن و الان ما اینجا در خدمت شما هستیم. امیدوارم که فیلم های بابامو ببینید و فیلم های آینده در انتظار هست و امیدوارم که از دیزاین من هم لذت برده باشید. ما به وسط بازی خود ادامه خواهیم داد. امیدوارم که شما هم به جمع وسط بازی ما بپیوندید. فعلا دیگه حرفی ندارم. امیدوارم که خوشحال و راضی باشید که من شما رو به تمام دنیا فروختم و رپرزنت کردم. فعلا خدا حافظ تا جایزه دیگر، روسری دیگر، لویی ویتونی دیگر، وسط بازی دیگر. فعلا خدا حافظ. یادتون نره لایک و سابسکرایب پلیز. اوکی، لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستاتون نشون بدید. وای من نمیدونم این چجوری سرش کرده.